محفل عروسی آریانا سعید و اسیب سعید برگزار خواهد شد. آریانا و اسیب قرار است تا ماه دیگر ازدواج کنند. افشای رازهای پشت پرده زندگی آریانا سعید با اسیب و خوشحالی آریانا سعید به خاطر محفل ازدواجش و دور شدن آریانا سعید از هنر موسیقی. اما چرا؟ من در این ویدیو پیرامون حقایق همین ماجرا خواهم پرداخت. پس در ادامه با کانال دنیا اینفو باشید. سلام سلامتی نثار هر یک از شما نازنینان کانال دنیا اینفو. برای حمایت از خواهرتان علامت سابسکرایب را بزنید تا ویدیوهای دیگر کانال دنیا اینفو را از دست ندهید. آریانا سعید یکی از هنرمندانی که با حنجره طلایی دل میلیون ها افغان را از آن خود کرده است. شهرت بسزایی دارد. آریانا سعید عاشقانه میخواند و عاشقانه آهنگهایش در دلهای مردم افغانستان چنگ میزند. آریانا در سال 2008 به طور رسمی و مسلکی با قدم‌های نخستینش که در هنر موسیقی افغانستان گذاشت شهرت بسزایی کسب کرد. آریانا با مدیر برنامه‌های کاریش در سال 2018 در جریان برگزاری یکی از کنسرت‌هایش در کشور استرالیا در روی استیج نامزد شد. آریانا و اسیب بعد از نامزدیشان دیگر و کارهای هنری و فرهنگیشان به طور یکجا و قدم به قدم همکاری داشتند. جدیداً بعد از 6 سال از نامزدیشان این روزها تصاویر آریانا سعید و اسیب در صفحات مجازی دست به دست می شود که قرار است این دو محفل ازدواجشان را به شکل مدرن و خیلی مجلل در کشور ایتالیا برگزار کند. من آرزوی موفقیت، کامیابی، سعادت و آرزوی خوشبختی دارم برای اسیب سعید و آریانا سعید از بارگاه عزت الایزال تمنا دارم. دوستان نهایت ارجمند کانال دنیا اینفو، شما هم نظریاتتان را در بخش کامنت با من شریک بسازید. این ویدیو را با علاقه‌مندان و دوستان آریانا و اسیب به اشتراک بگذارید. برای عضو شدن با کانال دنیا اینفو علامت سابسکرایب را فشار دهید تا ویدیوهای دیگری این کانال را از دست ندهید. تا درود دیگر تمام شما خوبان را به الله منان سپرده موفق و کامیاب باشید.